برادرای عزیز، نفر دیگر یک سوالی کرده است. گفته است یک حاجی بعد زنش گذشتن زنی دیگر گرفته است. دختر و بچه هاش میگن که در کورپچه و جایگاه مادر ما خواب نکنند. بابی داملو، آیا کار فرزندای همین درست است یا نادرست؟ سوال فهمیدین؟ یک برادر حاجی خیلی نابسته کسی باشد، زن گرفته است. دخترک و بچه‌کاش پیش پدر ده شرط گذاشتند که این زن گرفته در کورپچه و در جایگاه و مثلا در پروستین، در سپلنی و در چیزی که نباشد که قبلا مادر من در او خواب کردگی، این زنی تو باید که سرشا نمونه، باید در اونجا مقصد خواب نکنه. آیا مقصد کردار امی فرزندا در نسبت پدر درستن یا نادرست؟ یک وقتا در ردیف همین مسئله حاضرم این گپ هست، وقتی پدر میگذرد فرزندان مادرم میگه 3 بار باید پرسن که شوهر میکنی یا نه، یا وقتی که مادرشون میگذرد پدر باید پرسن که زن میگیری یا نه. از یک جهت کسی همین مصلحت داده خوب، مصلحتی بد نی، به معنای که ایرم کدام دانشمند خدا رحمتش کنه گذاشته است که از بس که وقتی مادر میگذره پدر فرزندا زنگیری نمیمونه، یا وقتی که پدر میگذره مادر شوهر کردن نمیمونه. یا کدام دوستی خدای همین شرط گذاشته است که هر یک فرزند باید مادر یا پدر برای زن گرفتن یا شوهر کردن بپرسن تا 3 باره. اگر چندی برادرای عزیز این اصل شرعی نداره، فرزند نفری نیست که با پدر یا با مادر امر کنه که زن میگیری یا شوهر میکنی. اینها صاحب اختیارن، خواه زن میگیره خواه شوهر میکنه. فرزند حقی مقصد گپ زدن در این برابر نداره. لیکن برای آنی که انمین بدبختی در ما و شما هست که مردک 3 سال 4 سال چیز زن نمیگیرد، چرا نمیشود بگیرم اگر دخترها قدیم قهری میکنن، بگیرم اگر بچه ها مقصد میگنم عیبه نمیدونی، یا مقصد بچه ها قهر میکنن، یا همچنان خواب مادرشون شوهر کنن. فرزندای عزیز، اگر شما مانع شوهر کردن یا مانع زن گرفتنی پدر و مادر شوین، ای شما در فرزند بدبخت در روی عالم نیست. الله مهربان میگفت که و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله مهربان میگه امر ما، سپارش ما این است که اول نفری را که باید که تو اطاعت کنی این من هستم. الله میگه دیگر بعد خودش اطاعت از پدر و مادر فرمان داد، اینها را اطاعت که، نگفت که بالاشون امر که، نگفت که اینها را مقصد جلوی اینها را و سرنوشت اینها را در دستت بگی، نگفت که مقصد کورپچه و پراستین دیگر ای را از تگی پاشون بگیر، نگفت، گفت اطاعت شان که. پیامبر نازنین میگو هما جنت و نارک، جنت و دوزخ ده همین 2 کس حل میکنه، همین پدر و مادرت.
میگه یک مادر پیش پیامبر آمد، فرزند شقتیش گرفت و آورد. یک فرزندی ناخلف داشته، یک فرزندی که من در سوال و جواب ها گفته گذاشتم حقارت میکرده است، حرمت نمیکرده است، تامین نفقه مادر نمیکرده است. پیش پیامبر آورد و مادر در پیش پیامبر شکایت کرد. گفت بچه‌کم گفت نگاه بینم نمیکنه، سخنهای سخت میگه، قوقاشو به طرف میاندازه، از لباس و از شکم بسیار تامین نیستم. میگه پیامبر به طرف این جوان گشت و گفت تمام آن چیزی که صدای مادر تا میشنود، اینمی شاخهای درخت، اینمی خاک زمین، سنگهایی که در گرد من هستند، آبهایی که در پیش من هستند، چیزی که در همین گرد من هست، همه اینها گو به تو لعنت گفتیستند. برای همین این چی بدبختیه که در کورپای مادر من، مقصد اینم برای شما حکم مادر داره، اینم حکم مادر داره. این را حرمت کردن برابر است که تو پدر تا حرمت داری، یا شوهر مادر تا حرمت کردن مادر تا حرمت داری. و دنیا همینه، مردک که مرد زنک شو میکنه، زنک که مرد مردک زن میگیره. برای همین این حق شما ندارین. اگر کدامی در همین خیلی حالتی، همین خیلی پرینسیپا داری، ای تو در بدبخت در روی عالم نیست دیگه. من به همون پدر همون مادر بینی که اگر همین فرزنداتونم تا فرزندای ناخلفن، شما میتونین که اگر همون مردک خانه داشته باشه خانه مردک بری. اگر بگن که چی به در خانه خودت نیستادی، بگو در بین مردم فرزندام نمیمونن. بگذار تا روی همینا در بین همسایه، در بین یا رفیقاشون سیاه شود، یا را سیاه کردن در کاره. اینها سخن الله را پایمال داره. برعکس همون روح مادری تایت شاد می شود، بالای کورپچه ایده این خواب میکنه، کورپچه را چکارش میکنه؟ یا همون کورپچه را که مادر در بالاش خواب بود، اینا جمعش کرد در یک بیخک موندش رفت کورپچه نو خرید، او را چکارش میکنید شما؟ برای همین این سفسطه ها را یک طرف مانید، این بی حرمتی ها را یک طرف مانید. همین حالت به سر اختان فکر کنید. پگه زنت مرد یا دخترکی که همین خیلی پرینسی میمونید، پگه شد مرد، یا اما طاقت نمیکنی با در فکر شوهری. اگر فرزندا دارن همین خدمت کنن چیکار میکنی با؟ دیگه حتما ترا میکنن، زیرا دنیا میگه از مکافات عمل غافل مشه، گندم از گندم بروید جوز جو. راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. الجزا من جنس العمل، چیزی کردی هم را با انتظار باش.